امروز اینترنتی داشت اگر یک جوانی 10 ساله را ظالمانه کشتن داریم. یک جوانی 10 ساله را مادرش روز دیوانه است. حتی پولش دادن گفت من پول چیکار میکنم؟ من در فرزند در کاره. این پول در کار نیست من در. چون که داغی فرزند داری چیزی قین نیست برادرها. این ظالما را انصاف دی الله سبحانه و تعالی. 10 ساله اکنون نوجوانی میشکفتگی بود. اهل جمعیت همین اهل خاندانم تعزیه بیان میکنه ما را. دیروز بلاگری خوبی که خدا خواهد از تاجیکستان بلاگر یعنی کالیش میگفتن خودش نامش کامران به چی تهمت ها وفات کرد. چندقدر آدمان از حتی یاردن کرده حتی با پوتین صحبت کرده جوان بود. من بسیار ویاش نواراش گوش میکردم. امروز این مردها را به قتل رسانده شدند. این آیلا بسیار دهشت عذاب میکشند. حتی داغی فرزند میگه الماسه، مردنی میگه پیران، میگه پدر مادر میراسه، مردنی فرزند الماسه. جیگر تا چاق میکنه، جیگر تا پاره میکنه. باور کنید منم سوخ زمین داشتگی است. بای میتین بای گفتگی ملیسا بود اما آدم خدا رحمتش که باشه مردم. یک روز قطیش هم صحبت شدم میگود بچه مهد یک بود مثل سگ او میکرگی شد. بای داملا خیلا بگه پدر شو صاحبی کرامت بدگین داملامون کرامت نشان میدادگین حق است. در منصب امام اعظم کرامت الحق فی دار دنیا، در دار دنیا بعضی کسانی که انشاءالله خدا خواهد خدمت میکنن برای الله خالصانه خداوند حق سبحانه و تعالی کرامت میتید برادرها. همون موسفی در سخنش میگه همسرم گفت که هم پیش آخر جورت داملا برش یک وظیفهش کنه آخر تزرگ شود. وقتی که من اومدم میگن حضرت میگه یک خانه چه مید یک داشتن. میگه چی گوش شد مهدی جان؟ چون که اینا بسیار تهمت ها کت قوشدگی حتی دروش اینا اکثر داملا اتکس کرگی ایمون لوگیش نه که اینا اتکس کرگی نه. اینا گوشوی میمونشن من مولا هستم، من بنده خدا هستم، امت محمدی مصطفی است. گفته جواب میدادگی سبحان الله. چند بارا قواشیدگی چند بارا گفتن همون برادر من ملیسا بودم خدمت شو میکردم. بعد میگه هر روز هم بچه ما آوردم گفت که دهنش بکشا هیچ گفی نیست. گفت یک دهنش نمیگد آبی دهنش پرتاف میگد با ساس شد. بعد میگه یک پلیت چه خوردیم دو تا تراشمون میگه بینید دو تراشه میگه بالامون علاوه 10 کیلو میگه یک تراشه که میگه آب دسته جوشید. یا چه گفت تو کشته گفت میگه این با مهمان میاد برادر آب دسته جوشید. گفت میگه تراشه چه خاموش کرد مون میگه چه خودم. بعد گفت که میگه همین میتین جان بچه تر داغ میکنه. گفت میگه من گپش ما نمیفهم میگه چون که اکثر برادرای سوخ زمین شیوه ما را نفس نمیفهمند. وقتی که ما صاف اگر انشاءالله با شیوه ما گردنیم نمیفهمند. بعدی که میگه بچه هم 18 در دورمد میگه وفات کرد 18 ساله. چنان میگه دیوانه شدم که میگه از طاقت نکردن میگه که لذت از رو بری مونده. 4 ماه میگه در که زندگی کردم از فراقی فرزندم. برای میگه مرگی فرزند الماسه جگر تا پاره میکنه میبره. حتی فرشته گیریه میکنه. اگر یک ضعیفه یک تا فرزند باشه وفات کنه فرشته ها گیریه میکنه که خدا میپرسه که عزرائیل میوه دلش گرفتی؟ گرفتم. بندم چی گفت؟ هم گفت با خود نشکرانه کرد الحمدلله رب العالمین گفت این لیله راجعون گفت داد نکرد. خدا میفته که در جنت برای این صابر یعنی قصر به نام هم بنا کنه. خدا خواهد برای کودکاش وفات میکنن انشاءالله چی هستن؟ اینا گنجشکای جنت هستن. خدا خواهد همین مادرم خدا هم انشاءالله که قابل جان نامشو به دست خدا خواهد انشاءالله به این مادر صبری جمیل عطا میکنه.
الله سبحانه و تعالی اهل خانداننده و این اهل محله که هر روز گریار هستن تمام انشالله امروز خدا خواهد کانالای سایت های اجتماعی بانگ همین سر میزنن و در دعا هستن. ما هم در دعا باشیم مادرشون صبری جمیل کنن همین کودکا را اگر خدا خواهد حاجی کامرانم الله سبحانه و تعالی کی چی بعضی روایت‌ها ظالمانه خدا خواهد در حبس میگیرن با چه تهمت‌ها خدا خواهد انشاءالله وفات میکنن. 3 روز پیش در خدا خواهد انشاءالله تاجیکستان به قبر سپاریدن بسیار جوانایی که خدا پلاشون نمیدادن بچهای تاجیک رفته پلاشون گرفته داده انشاءالله خدا خواهد راضی میکنه که یک جوان خوب بود الحمدلله. هرچنان جوانایی که خدا خواهد انشاءالله امروز برای خدا خواهد انشاءالله پیشرفت دین و دنیا وفادارن الله سبحانه جاش جنت آخرشون انشاءالله آباد بگرداند. آمین و رب العالمین.